ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشریف آوری دوستان عزیز را در مراسم افتتاحیه اپلیکیشن غزنویان پی خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید. اکثر مواقع ما از یک موضوع خیلی یک هیولا جور میکنیم که ساختن یک موضوع یا یک موضوع برای ما شما خیلی سخت نباشه، اما نه، اگر شما ضرورت یک موضوع، یک بخش، یک چیزی را داشته باشین و برایتان اهمیت باشه، این موضوع برای شما خیلی آسان و ساده میشه. تقریبا از روزی که سیستم حواله داری رو شروع کردیم، بعد در این فکر بودم که یک اپلیکیشن باشه و سیستم ما منظم باشه، اینا باشه، چه وقتی امکانش می باشه. بعد که اقدام کردیم، جستجو کردیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما تانستیم موفقانه یک اپلیکیشن راه اندازی کنیم. قابلیت ها را ای داره. در درون خود اپلیکیشن غزنویان پی، دوستای عزیز، ما یک سیستم منظم صرافی داریم. سیستم منظم صرافی از این گزینه حواله، وقتی که یک نفر این را استفاده میکنه، در بخش حواله اونجا میره، اونجا میزنه ثبت حواله. در ثبت حواله نام گیرنده، نام پدر گیرنده، نمایندگی انتخاب میشه. مثال ما نمایندگی های کل افغانستان را در او درج کردیم که مثال فلانی شهر، فلانی آدرس و فلانی شماره تماس. بعد از اون طریق میره نمایندگی را انتخاب میکنه و بعد او چی میکنه؟ ثبت میکنه. وقتی که ثبت میکنه برای ما میاد، ما در پنل میبینیم که طرف اینی با اینی مشخصات اینی حواله را ثبت کرده. حواله را چون ما مستقیم وصل نداریم، حواله را ما اونجا هماهنگی میکنیم با طرف مقابل. بعد از خود پنل به اینا یک تایید میتیم. تاییدش هم چند گزینه داره که اینی حواله نمبرت و اینی که از تاییدت و اینی مشخصات. اگر مشخصات طرف کمی تغییر کرده بود، تلفن اینا بعد رو تغییرش میتیم. این شد حواله. سفارشات گزینه و یا بخشی است که اونجا بچه‌ها و مردم، اما بخشی که چیزی که سفارشن پروگرامینگ اینترفیس یا سطح برنامه این چی است که ای با شبکه وصل است. ای پی آی. سفارشات وقتی که اول سفارش داده میشه، رنگ اولی زرد است، یعنی به این معنی که در انتظار است. وقتی که ما اونجا هماهنگی کردیم، بعد رنگش سبز میشه یعنی تایید است. و اگر کدام مشکل داشت، یا مثلا سفارشش مشکل بود یا تلفنش از قبل قرضدار بود، اینا رو ما برش رنگ زرد یعنی رد میزنیم. بعد دلیل ردش هم برش نوشته میکنیم که یا قرضدار هستین یا مثال شما مثال فعلا نمیتونین، اونو رد. در بخش تراکنش ها هم گفتیم امو پرداخت هایی که اینا دارن. محصولات ما که فعلا ما در این اپلیکیشن داریم، خدمات افغانستان که شامل بسته های اینترنتی و کردیت میشه. شارژ و بسته ایران هم همچنان همی شبکه های اجتماعی که مثل سکه ها هست، اکثرا سکه تیک تاک و سکه های دیگه گیم ها هستن. بازی های آنلاین هم، اما بازی های آنلاینی که اکثرا پابجی و دیگه بخش هستن. بسته های ترکیه هم شامل کردیت و اینترنت است. کردیت و بسته پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و بسته برقرار هم یک بسته تماس هست. بسته های ایران و بسته های ارتباط. در این پنل ما میتونیم میره کم و زیاد هم بکنیم، یعنی پنل محصولات ما میتونیم یک چیز را اضافه هم بکنیم، یک چیز را کم هم بکنیم. و یک چیزی که در این بخش داره، بخش افزایش یا درصدی قیمت ها، اونجا یک خود گزینه داره ای اپلیکیشن که ما مثال بعضی وقت اعمال 5% افزایش قیمت ها را داریم به خاطری که تومن بالا و پایین میره. بعضی وقت کاهش قیمت ها را داریم که اون را هم ما دسترسی داریم. پروفایلش هم بخشش که هست، بخش تنظیمات داره و بخش پن داره و بخش ارزها داره که شما خودش در پروفایل میتونین بخش ارزها را ببینین که مثال نرخ روز تومن چند است، دلار چند است و لیر چند است. 4 تا ارز داره فعلا، خب افغانیش خونه میشه، بخشای دیگهش انجام میشه. و یک چیزی که در خود بخش حواله و پروفایل داره، پروفایل وقتی که بیای رسیدها، کسایی که برای ما پول وارد میکنن، فعلا پرداخت پول از این مستقیم وصل نیست مثل به زرین پال و به اینا. اونا باز قطع از اونا قرارداد میشن و ما سیستم را وصل میکنه که اتومات یک نفر مثل که ما شما کالینان اینا خود را شارژ میکنیم، مستقیم پرداخت. فعلا پرداخت از اینا فقط به کارت های شخصی ما هست و ما از طریق پروفایل رسید ما میفرسته. اول اونجا کد راهگیری رسید هست، مقدارش هست و عکسش هست. ما اونجا در بخش
پنل برای ما میاد که این نفر با این مشخصات این پول را وارد کرده، ما اونجا یک بخش داریم موجودیش برش اضافه میکنیم. سیستم منظم صرافی را گفتیم، منظم حسابداری که برای صرافایی که حسابداری میکنه، برای یک قسمت حسابداری داریم که اونا طلب و بدهکاری ها و قرضداری ها و اینا خود را از اون طریق کنترل میکنن. ارسال بسته ها را گفتیم، بازی های آنلاین، بسته های مختلف. پشتیبانی هم قبل از اینکه شما مثال میخواین به این برنامه وصل شوین، قبل از این یک پنل میاد که این پنل اولی از این بخش است که اینجا شما حساب ندارم به ثبت نام که کلیک کنین، مستقیم 2 تا واتساپ پشتیبانی است، برای از یک متن ما اتومات اونجا انداختیم که مثال سلام من میخوام در مورد خدمات اپلیکیشن غزنوی بیشتر بدانم، اونجا اتومات ایمیل به ما سوال میکنیم که منظور شما ثبت نام است یا کدام دیگه موارد. اینی بود کلا قسمت از این که آپلودش در گوگل پلی هست، خدماتش 5 یا 10 دقیقه یک صحبت های عمومی داره، بعد انشالله کیک داریم و در اخیر هم یک تشکری خاص میکنیم که آمدین و نشستیم و در یک موضوع فهمیدیم همین برای ما هر چیز بود و کیکی که داریم میخوریم دیگه تشکر قلبی میکنیم، مزاحمت بیشتر نمیکنیم. انشالله دکتر سیبم سخنان خیلی خوبی که حاصل از چند دهه تحصیلاتش از به ما میگه، بعد انشالله ما کیک دکتر سیب خواهش میکنیم که تشریف بیارن و ما در خدمت هستیم. عرض سلام دارم و خوش آمدید دارم خدمت همه دانشجویان. 2 تا مسئله یا 3 تا مسئله که تجربه زندگیم بوده صحبت میکنم. اولی که آدمایی که میخواد در زندگی خود موفق شوه باید یک چیز خلق بکنه، باید یک چیز را بسازه. این خلق مخصوص برای خلق کردن، دغدغه های خود را در جامعه پیاده کردن یکی از آرزوی آدم است. نکته ای که برای خودم در زمان لیسانس مطرح بود، یک استادم برای ما گفت که من خودم سوال کردم، گفتم آقای استاد یا آقای استاد ما دکتر بود، گفتم چرا بعضیا در این دنیا واقعا موفقن؟ چی کار میکنن که موفقن؟ بعد یک کلمه رو برای ما گفت که برو روی تغییر فکر کن. تغییر چیه؟ 10 دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. خب من شب فکر کردم تغییر یعنی تحول، نمیدونم صبح وقت از خواب بیدار شدن، رفت آمد به دانشگاه، آدمای کلان را دیدن، ملاقات کردن با آدمایی که بالاخره در یک سطحی رسیدن. فردا دوباره این سوال پرسیدم، گفتم استاد این تغییر چی واقعا؟ چرا مردم ها در زندگیشون تغییرات میاد؟ گفت تغییر یک کلمه باشو میدونیم دیگه. اولش تیش از تفکره. این مثالی که میزنم از زمان لیسانس میاد. گفت شما اگه بخواید در زندگی خود تغییرات بین، اول باید فکر بکنین. مسئله شما چیه؟ دغدغه شما چیه؟ چرا باید خلق بکنید؟ به دنبال چین؟ باید فکر بکنین. بدون فکر احساس نه. ما فعلا اول احساس میکنیم بعد فکر. اول باید فکر بکنیم. ذهن خود را به کار بندازیم. روش هایی که ذهن را آماده میکنه باید بفهمیم. چی روش هایی وجود داره که ذهن ما تغییر میکنه؟ اولش تفکره. دوستان بدون تفکر ما هیچ کاری در دنیا نمیتونیم. بعد از اینکه ما فکر کردیم، تنبلی را باید از خود دور بکنیم. این تنبلی چیه؟ ما باید غیرت بکنیم، چیزی که ما افغان‌ها زیاد داریم. نه غیرت به جنگ، نه غیرت در منازعه. ما غیرت برای چی بکنیم؟ برای اینکه خود را آماده بکنیم، از دنیای تنبلی فاصله بگیریم. بعد این حرف سومش چیه؟ اول ت است، بعد غین، بعد یا. بعضیا در ادبیات دری 2 تا یا استفاده کرده، اما مهم که یک یا 2 تا. یک یا یعنی یا یکی بودن. دوستان شما هم در این دنیا هم در دنیای دیگه یک نفرین. هر کاری ما میکنیم، چی از تغییرات، چی از خلق، چی از چی رو به وجود میریم، شما تنها خودتان میکنید، یک نفرین. نمیشه کاری که ما کردم باز برچسب بزنیم به یک آدمی دیگه. و آخرش چیه؟ ری. هر سختی که در این دنیا وجود داره، هر چالشی که در این دنیا وجود داره، هر مخمسه‌ای که در ذهن وجود داره، یک راه داره. برای این اساس از شما وقتی که در تحقیق، وقتی یک مسئله رو پژوهش میکنین، یک تحقیق میکنین، میگین ما از کدام راه باید کار بگیریم، از کدام روش باید کار بگیریم. مثلا میخوایم روش تحقیق توصیفی داریم، روش کمی داریم، نمیدونم روی تحقیق اول رفتیم.
مثلا کمی کیفی دارین، وقتی کمی دارین شما برین با پرسشنامه سر کار دارین، اما کیفی دارین برین به کتابخانه. بالاخره هر کاری که ما در این دنیا بکنیم، هر سختی رو که باید بکشیم، باید فکر بکنیم، باید غیرت بکنیم، باید بفهمیم که یک تنها هستیم و یک راه وجود داره. به اساس خوش آمد از آقای مهرابی که بالاخره در هر جایی هست با این سختی ها مبارزه میکنه و بالاخره یک خلق را کرده، یک چیزی به نام غزنویان پی که مثلا ما شمایی که در اینجا هستیم دوستای ما از افغانستان پول حواله میکنه. این بهترین راه است و ساده هم هست، مطمئن هم هست و ما دوستا رو بشناسیم. و نکته دیگه که خیلی وقت شما دوستای عزیز را نگیرم، مسئله ای بود که ما باید در زندگی خود یک دورنما انتخاب بکنیم. چیزی که به عنوان یک دانشجو شما خواهش دارم، شما در افق 2030 الان 2025 درست است، و دنبال چی واقعا؟ چی کار باید بکنیم؟ مثلا کسی که رشتهش مهندسی کامپیوتر ساینس است، با چیزی که در دانشگاه تجربه کردم، ما باید برای خود یک دورنما انتخاب بکنیم. تجربه خود برای شما قصه میکنم. اگر ما بدون یک دورنما حرکت بکنیم به جایی نمیرسیم. کسی که کامپیوتر ساینس میخوانه، رشتهش کامپیوتره، باید دورنمایشی باشه که باید پروژه. کسی که رشتهش علوم سیاسی هست، مسلکی است، اینا باید به دنبال مقاله باشه. شما اگه بخواید در افغانستان وظیفه بگیرید، اگه بخواید در اروپا برین به دنبال شغل باشید، اگه بخواید مطرح شوید، اگه بخواید کارکرد خوب داشته باشید، باید مقاله علمی پژوهشی داشته باشید. بدون مقاله علمی پژوهشی کس شما رو نمیشناسه. تولید علم وجود نداره. مثل که امروز در افغانستان ما فقط از علم مصرفی استفاده میکنیم. لباس از ما افغانیه دیگه، از 0 تا 100 لباس ما برای کشورهای بیگانه است. ما تولید نداریم، مصرف داریم و از مصرف خودم چنین درست استفاده نمیکنیم. و همچنان اگر ما بیایم در رشته مدیریت مد نظر بگیریم، مثل که آقای مهرابی عزیز از مدیریت، از رشتهش مدیریت خوب استفاده کرده، زمان خود مدیریت میکنه، برنامه مالی خود را مدیریت میکنه، حتی در کنار از این کارهای درسی خود را مدیریت میکنه. چون من بعد از این با ایشان قدم میزنم. و دوستایم که ادبیات دری میخوانه، یا روانشناسی میخوانه، یا بیولوژی میخوانه، امروز ما تنها در این دنیای پرتلاطم میتونیم از آدرس دانش خود، از آدرس آگاهی خود، از آدرس کمال خود به جایی برسیم. دنیای اینترنت، در این دنیای تکنولوژی که همه دنیا رو فرا گرفته، هر حرفی را بدون تخصص بزنید بی معناست. خوشحال شدم که همه شما موفق سربلند موفق باشید.